نمیدونین چه لوازمی روی خونه میمونه یا با خونه میره موقع کلوزینگ؟ بیاین بهتون توضیح بدم. ما دو اصطلاح فیکسچر و چتل داریم. فیکسچرها لوازمی هستن که به خونه اتچ شدن، مثل کابینت ها، مثل چراغ‌های سقفی، میل پرده، والمانت تیوی، حتی شومینه هایی که اتچ هستن به دیوار، مثل شلف هایی که بیلت این هستن و به دیوار پیچ شدن. کلا لوازمی که جدا کردن و جابجا کردنشون باعث صدمه به خونه بشه، اینا روی خونه میمونن. در مقابل اون ما چتل رو داریم. چتل ها لوازم قابل حمل هستن که به راحتی میشه جابجا کرد، مثل فرنیچرها، چست فریزرهای صندوقی که معمولا همه با خودشون میبرن. حتما این خیلی مهمه که در قرارداد چه خرید چه فروش ریلتور شما توجه کنه که خواسته شما چیه، دوست دارین چی روی خونه بمونه و چی برده میشه. حتما به این مسئله دقت کنین که روز کلوزینگ اختلافی پیش نیاد. هر سوالی داشتین میتونین با من تماس بگیرین، همراه من باشین برای ویدیوهای آموزشی بیشتر.